جوانها را در اکثر جا روی خش نمیتن، از جاشون میخیزانند، سخنهای قبیح میگن. بسیار گناه عظیم است. آگاه باشین، بدانین که همین جوانها هستن با پگه مرده میشه و تاب و توج میکنه، قارت میکنه. وگرنه یگان کس از ملکی بیگانه نمیاد مرده پلیدی تر بشه و قارت بکنه. با جوانها معامله خوش بکنین، کلانترها دعای نیک در حقشان بکنین. هر صورتی که قطمیت در مسجد او را روی خوش بتین، شما گپ سخت نزنین. این خانه خدا است، گپ سخت گفتن در حق هم ندارین. شما عبادت خدا را بکن، راست برآمده رفتن بگی، در عشق خدا باش، در ذکر خدا باش. به سر لباس یک تا چیکار داری؟ السلام علیکم داملای محترم. زنی که با ریزاگی شوهرش موی خود را میبرد، بعضی آدم‌ها میگویند که طلاق میشود، بعضیش میگویند که طلاق نمیشود. آیا کدامش درست است؟ این مو بریدن به طلاق دخل ندارد. طلاق مسئله الهیده است. مو شبرید البته که گناهگار میشود، استغفار کنه، رو به خدا بیاره، اما طلاق نمیشود به بریدن مو. اگر با شوهرش راضی باشه، اینطوری شوهری دیوسی نامردم که باشه، راضی باشه که موی سرش زنش ببره و سرش لیچ کنه و قطع یک مردکی دیگه بروه و رنگی عروسواری والس بروه، های میان زنش بقپن و مردنش بهتره. تری مردکه او مسلمان هم نیست. و مردک کوتاه کردن موی زن اگر شوهر امر کند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کرده است که زنها خواهرها بدانند، آگاه باشند که لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. مخلوق اطاعت نمیکنی وقتی که خالق امر کرده باشد. خالق خداوند جل جلاله امر کرد که نماز بخون، اگر پدر یا مادرت منع کنه نماز بخون، اطاعتش نکن. پدر یا مادر امر کنه که زنا بکن، عرق بخور، دزدی بکن، اطاعتش نکن در این حالت ها، چون که خدا ایره منع کردگی است. مخلوق اطاعت نکن وقتی که خالق امر کردگی باشد. از این رو اطاعتش نکنن وقتی که اما مرد امر کنه که موی سر تکل تکن. دیگر رنگ کردن موی زن و مرد چی فرق دارد، چی حکم دارد؟ رنگ کردن البته این من نیست. مردها میتونن ریشوشون حینه قطی سرخ کنن، رنگش کنن. زنها میتونن موی سرشون مثال یگان رنگی بکنن، این جایز است. فقط رنگ سیاه کردن برای مردها حرام. مردها اگر موی سرش یا ریش لکی سیاه کنه، رنگ سیاهش کنه، حرام است، عاصی می شود. زنها دا جایز است. زنها میتونن که موی سرش زرد یا که مثلا سفید پیرشیدگی سیاهش کنه، خودش زینت بده، برای شوهرش حلال است. برای مردها حرام است. برای مردها در فقه اسلامی اجازت است، فقط در حالت جنگی بین مسلمان ها و کافرها، در این صورت مسافد های پیر میتونن ریشاشون رنگ سیاه کنن تا که دشمن نگه که مسفید افگاره. در همون حالت دیگر وقتها دا جایز نیست. اما ریشانی رنگ کردن جایز است. مردها میتونن ریشاشون یگان فقط سیاهش نکنن، دیگر رنگش کنه میشه. این در موسم حج هم دیده باشین، مردمای پاکستان ریشوی دراز دارن سرخ کردگی هینقتی، جایز است. خب دیگر گفته است موی پا، موی دست، موی گردن رواندن به خیمیکات ها و داروها جایز است یا نه؟ خب البته که این جایزیش اگر همون زنی که شوهرش امرش کنه جایز است. مثلا شوهرش همون زنش بگه که موهای پا بریزون بینمی چیزای دیپلیاتر قطعی یا اینمی چیزای میریزوندن قطعی، موهای پاش، دستش، گردنش، هر کجاش بریزونن مرحمت ریزوندن بگیره، جگان گناهی نیست. شوهرش بگه برای شوهرش فقط پشاندگی باشه، به مثل بیدین ها واری موش نریزونه و بعد بالاش کنه مینیوب که قطعی بگرده، این حرام است، بیدین میشود. مالش موی همه که جای شکمی ریزونه ریزوندن بگیره، برای شوهرش حلال و جایز است. اما برای مرد موه شکی بریزونه خیلی زن میشه. آخی موهای بندی پاش و بندی دستش و همه شکی بریزونه و ریش شکی بتروش چی میشه دیگه؟ مردش چی میمونه دیگه؟ زینت برای زن است، برای مرد نیست. مرد همون سیر پشمش خوب است. خب دیگر گفته است السلام علیکم استاد مهربان، به این سوالهای ما جواب دید. اگر ما با فاسقی قریب شویم این گناه است یا خطا؟
به گناه قریب شدن البته در نامه اعمال گناه ثبت نمی شود. به گناه قریب شد گناه نکنی این نویسنده نمی شود زمانی که نیت شما در گناه نباشد. اما نیت شما در گناه فساد باشد، در گناه رغبت داشته باشین، شوق و هوس داشته باشین، در اینجا گناه نوشته می شود. آیا حضرت نوح خطا کرده بود یا گناه؟ حضرت نوح لغزش کرده بود. در پیغمبرها گناه نیست. والانبیاء معصومون من الصغائر والکبائر. پیغمبرها از گناه خرد و کلان اونها معصوم هستند. پیغمبر گناه نداره. پیغمبر فقط لغزش داره یا خطا. پیغمبر گناه نمیکنه. اگر پیغمبر گناه کرد همون زمان نام میاره از دفتر پیغمبری کورک میکنن. پیغمبر گناه ندارد. آیا خطا کردن گناه است یا نه؟ خطا کردن خطا دیگر است و گناه دیگر. گناه همین است که دیده و دانسته همون گناه را میکنه. خطا همین است که نافهمیده یکی میشه. مثلا یک همین از دست ما به زمین میافته همین بلنگو، این خطا میشه. این خطا. گناه همین است که همین را میگیرم دیده و دانسته به سری میشتم، این گناه میشه. خطا دیگر است و گناه دیگر است. آیا بیماری سپید بعد از سلام کردن یا به هوای دهان یا به بوسه سرایت می شود یا نه؟ بیماری سپید در این باب البته دکترها خوبتر میفهمن. آخر بیماری سپید به سلام کردن، به بوسه کردن، همخوابگی کردن، اوقات تای توقع را خوردن، خب همین راه ها قطعی کسل میگذرد. اگر چند میکروبش میکروب بیجون است، از همین در هوا 18 گرادوس نابود میشه میمره، اما اکثری همین به واسطه فاحشه ها میگذرد. اصل بنیاد این کسل از فحش فاحشگی و زنا پیدا شدگی است. اصل ریشش از ملک غیر دین زناکار پیدا شدگی است. این غضب خدا به سر همون مردم است. خب دیگر السلام علیکم داملای شیرین زبان، میخواستیم به همین سوال ما روشنی اندازید. اگر یک سوم کسی میدهد و مقدار 6-7 سوم منت میکند، خب باز میگویی که ثواب نمیگیری، میگوید که کارت نباشد. خب اول صدقه کنی بعد میفهمی. خب وقتی که بنده صدقه که کرد باید که نداند که همون صدقه را به دست راستش کرده است یا که چپش کرده است. صدقه را افضلش همین است که خفیه، صدقه را خفیه بکنی که کسی نبینه، کسی ندانه. اگر در حالت صدقه کردن ریا به وجود بیاید و ریا و اذا وقع فی عمل من الاعمال، ریا وقتی که واقع شود در عمل از اعمالهای شما واقع شود، اگر یبطل اجره، اجری او پاکیزه باطل و بیکار است. منت کرد از ثواب او خالی است، یگان ثوابم ندارد یگان اجرم ندارد. وقتی که منت کنه که این من فلانی را قیاردم داده، امروز عادت شدگی است، همون در وقتش کردگی باشم، اگر شفرای من نمیشید و در میدان میمون، این تختش دادم در وقتش، زنش دادم دیگر. اگر خالص برای خدا کردگی باشی را فراموشش بکن، خدا اجر ثواب تو را ثبت کردگی است. نیک اگر منتش کردی از ثواب او محروم میشی. خدا در قرآن امر کرد استعیذ بالله ولا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی. ای بندگان شما عملهای خودتان را به منت کردن و به آزار دادن قطعی باطل نکنید. خدا میگه منتش کردی از ثوابش خالی میشه. دیگر گفته است السلام علیکم داملای محترم، استاد مهربان، شما در امر معروف درباره دو شخص سخن کرده، سودخور، پراتسینخور و دیوس. درباره سودخور بسیار سخنان خوب گفتید، اما درباره شخص دیوس سخن کوتاه بود. ما همین را فهمیدنیم که آیا دیوس به این نام زیشت حق دارد که همچون مسلمان در نمازهای جماعت و جمعه و نمازهای تراویح خواندن قرآن و غیره اشتراک کند؟ حق دارد، بله. او را منعش کردن، این در مثلا که جمعه آمدن، امر معروف گوش کردن، تراویح خواندن یا قرآن خواندن البته حق دارد. او را ما کافرش حکم نمیکنیم. شاید که به سبب شنیدن قد خداوند به او توفیق بده از این راه بد بماند. برای مسجد آمدن، برای جمعه خواندن، برای امر معروف گوش کردن، کدام انسانی که می آید او را هیچ کس حقی معنی ندارد. بتپرست است، یهود است، کافر است، مجوس است، بی توفیق است. با کدام سر لباسی که می آید
آمدن بگیرد، گوش کردن بگیرد. خصوصا کلانترها تنگروی نکنن به جوانها. همین تنگروی کلانترها و موسفیدا هست که جوانها در قدایر هر کوچه، حتی کوچه هست که یگان خاندانش بگرچیک نیست. آیا او بیاد در اینجا نماز شب خونه گوش کنه، امر معروف نهی منکر اصلاح می شود آخر آهسته آهسته؟ یک بار منع کردن او را از مسجد راندن، این خودش یک سبب هست که گویا فسق فساد شما جاری میکنید. هر صورت قطعی میآید آمدن بگیرد. حضرت شیخ سعدی میگفت در طاعت کوش، هر چی میخواهی بپوش، دلقت به چکار آید تسبیح مرقع. این دلق جیلکه که ذکر خدا را نکنی، این فش سلعی که بدوانش تا بندی پاته، تسبیح در دستت بشینی غیبت کنی، بهتان کنی، ذکر خدا، محبت خدا، عشق خدا در قلبت نباشد. چی میگه شیخ سعدی؟ دلقت به چی کار آید؟ این جیلکی دراز تر کارت نمیاد. تسبیح مرقع، درویش صفت باش، کلاهی تتری پوش، در طاعت کوش، هر چی میخواهی بپوش. آمدن گرفت، سخنها را شنیدن گرفت، انشاءالله در راه میدروید. بیراهش کنی دیگر بیراه نمیشود. جوانها را در اکثر جا روی خوش نمیتند، از جاشون میخیزانند، سخنهای قبیح میگن، بسیار گناه عظیم است. آگاه باشین، بدانید که همین جوانها اصلا با پگه مردت میشود، تاب و توج میکنه، قارت میکنه. وگرنه یگان کس از ملکی بیگانه نمیاد مرده پلیدی تر بشود و قارت بکنه. با جوانها معامله خوش بکنین، کلانترها دعای نیک در حقشان بکنین. هر صورتی که قطعیت در مسجد او را روی خوش بتین، شما گپی سخت نزنید. این خانه خدا است، گپی سخت گفتن در حق هم ندارین. شما عبادت خدا را بکن، راست برآمده رفتن بگی، در عشق خدا باش، در ذکر خدا باش. به سر لباس یک تا چیکار داری؟ مسجد نمی آیند، مدرسه نمی آیند، درس تعلیم نمی گیرند، در قضای شبهای دراز در کوچه ها نشستگی بنگ میزنند، گیره‌ای نمیزنند. آیا او بیاید 5 وقت نماز در مسجد بخونه گناه است؟ با بیچاره نمازخوان شب بیاید 1000 گپش میگن، با آستینت کلته های، مایکه داری، فلان داری، بهمدان داری. امان آهسته آهسته همون درست میشود، راست میشود. از اینه که تو از مسجد بیرونش میکنی. یهود یک بار بقاوت میکنی به این کاری کردگی.